با درود و سلام خدمت شما محصلین عزیز. این جانب سید محمد کاظم رجایی هستم، یک تن از استادان انستیتوت تکنولوژی کامپیوتر. در مضمون اساسات کامپیوتر خدمت شما قرار دارم. خب قبل از اینکه سر اصل موضوع صحبت کنیم، هدف این مضمون آشنایی محصلین با اساسات کامپیوتر و وسایل ورودی کامپیوتر، وسایل خروجی، وسایل ذخیروی کامپیوتر و همچنان پروسسینگ دیوایس می باشه. و هدف جلسه درس اول ما معرفی کامپیوتر است و مشخصا ما و شما روی دو موضوع بحث میکنیم. یکی تعریف کامپیوتر میفهمیم، راجع به تعریف کامپیوتر بحث میکنیم و بحث دوم ما راجع به تاریخچه کامپیوتر است. یعنی با تکمیل نمودن این درس محصلین باید کامپیوتر را به صورت مشرح تعریف کرده بتوانند و همچنان راجع به تاریخچه کامپیوتر شناسایی حاصل کنند. خب قسمی که میفهمیم کامپیوتر از کلمه لاتین کامپیوت گرفته شده و به معنی محاسبه کردن می باشه. وقتی که حرف آر در قسمت آخرش علاوه میشه، محاسب یاد میگردد، یعنی محاسبه کننده. پس هر وسیله که به خاطر محاسبه کردن استفاده میشه به او کامپیوتر میگیم. و اولین وسیله که به خاطر محاسبه کردن استفاده شده چوت یا ابیکیوز است که مردم چین به خاطر محاسبه از این وسیله استفاده کرده. پس گفته میتونیم چوت اولین کامپیوتر است که در محاسبه کردن استفاده شده. اما با در نظر داشت رشد کامپیوتر، امروز تعریف های جداگانه از کامپیوتر داریم، به خاطر که کامپیوتر در بخش‌های مختلف به خاطر اهداف مختلف استفاده میشه. خب تعریف های مختلف کامپیوتر، یکی از عامترین تعریفش است که کامپیوتر یک وسیله برقی است یا یک وسیله دیجیتالی است که دیتا یا مواد خام از طریق یک اینپوت دیوایس میگیره و تحلیل و تجزیه میکنه و بعد از او نتایجش برای ما دیسپلی یا نشان میده. که این تعریف کامپیوتر با استفاده از عملکرد کامپیوتر صورت گرفته. ببینین عملکرد کامپیوتر میتونه که دیتا، ما و شما کلمه دیتا را داریم در کامپیوتر یا مواد خام. کامپیوتر میتونه که دیتا را در خود اینپوت کنه یا وارد کنه، میتونه اینپوت دیتا را انجام بده و میتونه که کامپیوتر دیتا را پروسس کنه، یعنی پروسسینگ دیتا، میتونه پروسس کنه دیتا را و همچنان کامپیوتر میتونه که دیتا را ذخیره کنه یا استور کنه، استور دیتا، و همچنان کامپیوتر میتونه که دیتا را اوت کنه یا دیسپلی کنه، اوت دیتا. صحیح؟ و با در نظر داشت این فانکشن یا این عمل کرد کامپیوتر را ما تعریف کرده میتونیم که کامپیوتر یک وسیله است که دیتا یا مواد خام وارد میکنه، بعد از اینکه وارد میکنه پروسس میکنه، بعد از عملی پروسس یا تحلیل و تجزیه همین نتایجش اوت میکنه یا ذخیره میکنه. این یکی از عامترین تعریف به کامپیوتر می باشه. وقتی که میگیم دیتا را وارد میکنه، به طور مثال ما و شما با استفاده از کیبورد کاراکترها یا حروف یا کلمات میتونیم که وارد کنیم. کیبورد هم یکی از اجزای کامپیوتر است. اگر ما حرفی ای را پرس میکنیم یا بی را پرس میکنیم، پس با واسطه کیبورد اینمی حرف وارد میشه در کامپیوتر و بعد از اینکه حروف یا کاراکترها تحت تحلیل و تجزیه قرار میگیره و بعد از نتایجش ما میتونیم که ببینیم یا نتایج بر ما دیسپلی میکنه. خب تعریف دیگه از کامپیوتر داریم، است که کامپیوتر یک وسیله برقی است که کارهای زیاد را در وقت کم با دقت عالی انجام میده. به طور مثال اگر ما و شما محاسبات انجام میتیم، محاسبات ریاضیکی را انجام میتیم یا کارهای دفتری را انجام میتیم،
اگر به شکل پیپر ورک باشه با قلم کاغذ بسیار وقت گیر است. ما و شما میتونیم که با استفاده از کامپیوتر، با استفاده از جدول هایی که در کامپیوتر ترتیب میشه یا دیتابیس هایی که دیزاین میشه، ما میتونیم که کارهای بسیار زیاده به وقت بسیار کم و همچنین با دقت بسیار عالی انجام بدیم. نظر به دقت کامپیوتر و نظر به سرعت کامپیوتر هم کامپیوتر تعریف گردیده. خب تعریف دیگه از کامپیوتر داریم که کامپیوتر یک وسیله برقی است که غرض اجرای محاسبات ساده، مغلق و پیچیده استفاده میشه. ما میتونیم که من حیث از کامپیوتر من حیث یک کالکولیتور هم استفاده کنیم، به طور مثال عملیات جمع و تفریق، ضرب و تقسیم انجام بدیم و هم میتونیم که کارهای بسیار پیچیده مغلق مثل تحلیل دیتا یا تحلیل متن‌ها، کارهای بسیار پیچیده دیگه مثل بایومتریک و غیره، ما میتونیم که از کامپیوتر استفاده کنیم. پس نظر به این ما میتونیم که کامپیوتر را تعریف کنیم که کامپیوتر وسیله برقی است که غرض اجرای محاسبات ساده و مغلق و پیچیده استفاده میگردد. و همچنین کامپیوتر یک وسیله برقی است که توانایی پروگرام شدن را دارد. پروگرام شدن به این معنی که با در نظر داشت خواست یوزر ما میتونیم که از کامپیوتر استفاده کنیم. اگر یوزر میخواهد که یک متن یا یک تکست دیزاین کنه، هم میتونه از کامپیوتر استفاده کنه با در نظر داشتی پروگرامی که ما در کامپیوتر ثبت میکنیم. و اگر یوزر میخواهد که یک دیزاین یک گرافیک انجام بده با استفاده از پروگرام های مالتی میدیا، ما میتونیم که مطابق با خواست یوزر همون پروگرام در کامپیوتر ثبت کنیم. و کامپیوتر توانایی ثبت یا پذیرش هر نوع پروگرام داره. نظر به این هم ما کامپیوتر را تعریف کرده میتونیم که وسیله برقی یا دیجیتالی است که قابلیت پروگرام شدن را داره. و تعریف دیگه از کامپیوتر است که کامپیوتر یک وسیله برقی است که معلومات اولیه یا خام یا دیتا را به معلومات پخته یا انفورمیشن تبدیل میکنه. ما و شما یک دیتا داریم در کامپیوتر، مواد خام میگه، موادی که قبل از تحلیل و تجزیه باشه. و یکی انفورمیشن داریم که معلومات پخته گفته میشه و معلوماتی که از او استفاده میشه، به او میگیم انفورمیشن. پس کامپیوتر وسیله برقی است که مواد اولیه یا دیتا را به مواد انفورمیشن یا معلومات پخته تبدیل میکنه. مواد قبل از پروسس به نام دیتا است و مواد بعد از پروسس به نام انفورمیشن. این تعریفات مختلفی از کامپیوتر بود که ما و شما راجع به تعریف کامپیوتر آموختیم. خب بخش دیگه موضوع ما و شما راجع به تاریخچه کامپیوتر است یا history of کامپیوتر. ببینین کامپیوتر یک تاریخچه بسیار طولانی داره و قسمی که بیشترم یادآوری کردم که اولین کامپیوتر چود یا ابیکیوز بوده که در چین استفاده می شد. چینایی ها 3000 سال قبل از چود من حیث یک وسیله استفاده می کرد و بعد از او امی چود در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفت به خاطر محاسبات. پس چود اولین کامپیوتر است. و بعد از او در سال 1642 یک دانشمند فرانسوی به نام پاسکال ماشین میخانیکی را اختراع کرد یا به وجود آورد که این ماشین به نام ادینگ ماشین یاد میشه. و این ماشین به شکل میخانیکی کار میکرد و تنها قابلیت جمع و تفریق و ضرب و تقسیم داشت، یعنی عملیات چهارگانه حسابی را میتونست انجام بده. بعد از چود ماشین ادینگ ماشین بود. خب این نمونه ادینگ ماشین است که شما میبینین به شکل میخانیکی است و این یک ماشین برقی به این گفته نمیتونیم و یک میکانیکال ماشین است. و بعدا در قرن 19 دانشمند بریتانیایی به نام چارلز بابیج ماشین را به وجود آورد که قدرت عملیات ساده حسابی را داشت و این ماشین به نام ماشین تفاضلی یا دیفرنس انجین نام گذاشت و این هم به شکل میخانیکی کار میکرد، اما قابلیت نسبت به ماشین ادینگ ماشین قابلیت بیشتر داشت
و از لحاظ ساختار و حجم هم متفاوت بود. ساختارش شما در شکل میبینید که ادینگ ماشین به این شکل یک ساختار داشته و دیفرنس انجین یا ماشین تفاضلی که به واسطه چارلز بابیج به وجود آمد ای به این شکل یک ساختار داشته. خب بعدا در سال 1890 یک دانشمند امریکایی به نام هارمن هولرد ماشین جدول بندی را ساخت یا اختراع نمود. این نمونه ماشین جدول بندی است که در نفوس شماری امریکا مورد استفاده قرار گرفت و این باعث سرعت بخشیدن کار در او زمان شد و بعدا هارمن هولرد یک شرکت ماشین های جدول بندی را ساخت که این شرکت ماشین های جدول بندی با چندین شرکت یک جا شد و شرکت بزرگی IBM ساخت که امروز ما و شما IBM International Business ماشین است که یک شرکت بسیار بزرگ جهانی است که ما و شما آشنایی داریم با او، که آغاز این شرکت از شرکت ایجاد ماشین های جدول بندی بود. خب این ماشین ها در مجموع به شکل مکانیکی کار میکرد و به شکل برقی نبود. در سال 1946 دو دانشمند امریکایی به نام های میچلی و ایگرت اولین ماشین برقی را ساخت. یعنی بعد از ماشین مکانیکی ماشین برقی، اولین ماشین برقی به نام ENIAC به وجود آمد و این در جنگ دوم جهانی به خاطر اهداف نظامی از استفاده شد. و شما ENIAC میفهمید که مخفف از Electronic Numeric Integrator and Calculator است و این اولین ماشین بود یا ماشین برقی بود که به واسطه میچلی و ایگرت ساخته شد. شما نمونه از را میبینید و این ماشین البته حجم بسیار بزرگ داشت، به صورت برقی کار میکرد. تفاوتش با ماشین های ادینگ ماشین و دیفرنس انجین ای بود که اونا به شکل مکانیکی کار میکرد اما ای به شکل برقی کار میکنه، اما از لحاظ سایز و از لحاظ حجم بسیار بزرگ بود. و بعد از او امی دو دانشمند در سال 1952 امی ایگرت و میچلی هر دو ماشین دیگه را به وجود آورد به نام ادواگ که ادواگ شکل مشرع آن الکترونیک دیسکریت وریبل اتوماتیک کامپیوتر می باشه. خب این ماشین تفاوتش ای بود که این دارای حافظه بود و قابلیت پروگرام کردن را داشت. ENIAC اگر ببینیم ENIAC هم ماشین برقی بود مگر قابلیت پروگرام کردن را نداشت و دارای حافظه نبود، اما ادواگ ماشینی بود که قابلیت پروگرام کردن را داشت و دارای حافظه بود و این تقریبا با کامپیوترهای امروزی مشابهت داشت، اما باز هم از لحاظ حجم بسیار بزرگ داشت که شما میبینید این نمونه از ادواگ است که ادواگ به این شکل بود اما با کمی تفاوت ENIAC. این هم به واسطه میچلی و ایگرت ساخته شد. خب درس ما در اینجا ختم است. ادامه درس ما و شما راجع به جنریشن اف کامپیوتر یا نسل های کامپیوتر در درس بعدی انشاءالله راجع به او بحث میکنیم. تشکر از توجهتون.